وقتی پرگار 13 است و ما چون همیشه در همین دقیقه ها شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شعله گلخوجه هستم. روز بخیر. سرخط موضوعی برنامه 10 اپریل. تاجیکستان با ترکیه گفت و شنید برای استرداد دو فعال بازداشت شده گروه 24 را شروع کرد. مقامات تاجیک میگویند این دو نفر تحت پایگرد قرار داشتند. دونالد ترامپ هشدار داد که عاملان حمله احتمالی کیمیاوی در سوریه بجزا نمیمانند. تصمیم در این باره در 2 روز نزدیک اعلان می شود. کلین‌های آینده زندگی با خوش‌تامن را نمی‌خواهند و یا چرا برخی از دختران در ولایت ختلان داماد مستقل را اولادتر می‌دانند. این قهرمان ما زمان عروسیش را به یاد می‌آورد. خوش‌تامن جنگ می‌کرد، لط می‌کرد و تیاقش کوچش می‌کمایدیم می‌تاش می‌فروردمش با می‌بروردمش با سر تنش هم می‌شستم هم تنه اخورت می‌کرد. اما شروع میکنیم با اینکه یولیا اسکریپال دختر کارمند پیشینی اداره کل استخبارات روسیه سرگئی اسکریپال از بیمارستان سالزبری بریتانیا مرخص شد. پدر و دختر بعد زهرآلودشوی با گاز فلج کننده عصب به این بیمارستان انتقال یافته بودند. طبیبان بیمارستان سالزبری در رابطه با بهبودی وضع صحتی یولیا اسکریپال روز 10 اپریل اظهارات مخصوص پخش کردند. با گفته آنها یولیا از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست نموده است که حیات شخصی او را احترام نمایند. تفصیلات این حادثه را در سایت آزادی پیدا کنید. تاجیکستان از ترکیه خواست که سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 به وطن استرداد شوند. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان ماه گذشته در استانبول دستگیر شدند. دادگاه ترکیه فرستادن این دو نفر را به دوشنبه تا تحقیق اتهامات ضد آنها منع کرده بود. کیومرث سیاتا با جزئیات نو این موضوع. تاجیکستان برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 به ترکیه درخواست فرستاده است. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 19 مارس امسال در استانبول بازداشت شدند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف با مقامات ترکیه گفت و شنید دارند. بله ما همکاری داریم و روان کردگی هم چی مونده گفت و شنید مونده هم درست. طلب تاجیکستان در حال است که دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف را به دوشنبه به مهلت 3 ماه منع کرده است. سازمان هیومن رایتس واچ نیز گفته بود از دادگاه ترکیه خواسته شده است که رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند. به قول آنها این افراد در تاجیکستان با نقض گسترده حقوقشان روبرو خواهند شد. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. در پی آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پساشوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالتها کشورها بعد از تحقیق قضیه هایشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 صابر ولیوف در مالدو تقریبا 40 روز و شبنم خدایدادova در بلاروس بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعداً آزاد شدند. هنوز معلوم نیست که جانب ترکیه به درخواست تاجیکستان برای استرداد دو عضو گروه 24 چه پاسخ خواهند داد، اما حکومت این کشور علیه عملیات عظیم اخراج مهاجران افغان را شروع کرده است. مقامات ترکیه گفتند که صدها شهروند افغانستان دوام هفته‌های آخر و به طور غیر قانونی وارد خاک آنها شدند. سازمان‌های مدافع حقوق انسان میگویند انقره با این تصمیم خود حیات پناهندگان را تحت خطر قرار می‌دهد. در عین زمان طبق خبرهای رسیده در ولایت هرات ترکیش نوبتی جان چند نفر را گرفت. بر اثر ترکیش مواد منفجر پنهان در موتورسیکل در ولایت غربی هرات افغانستان کمش 6 فرد آسایشته از جمله 4 کودک هلاک شده، کمش 9 کودک دیگر جراحت برداشته‌اند. ترکیش در نزد مسجد و بازار سیرادم به وقوع پیوست. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ترکیش روز دوشنبه در ناحیه شیندندی وادی زیرکوه به عمل آمد. مسئولان بمبگذاری مواد ترکنده را در داخل موتورسیکل پنهان کرده آن را از دور فعال کردند. طبیبان محلی میگویند که 9 نفر به شفاخانه انتقال یافتند. انفجار بازار شیندن 12 واقعه به شفاخانه عضوی تخلیه شده که 3 واقعه فوتی متاسفانه و 9 واقعه دیگر زخمی است که در بین واقعات زخمی شده 3 واقعه وضعیت خوبی ندارند.
در پی حمله کدام گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. مرکز ناحیه شیندند در 110 کیلومتری مرز افغانستان و ایران و 11 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند قرار دارد که آن را نیروهای پیمانی ناتو اثنای تمرین سربازان افغانستان استفاده می‌برند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده کرد که به همین زودی‌ها در نسبت حمله کیمیایی اخیر در سوریه به حکومت فعلی این کشور پاسخ قاطعانه خواهد داد. او این عمل را وحشیانه خوانده، گفت این مسئله است که به انسانیت ربط دارد. دونالد ترامپ تاکید نمود که تصمیمات مهم در این رابطه احتمالاً تا 48 ساعت دیگر اعلان خواهد شد. گزارش مومین احمدی را تماشا می‌کنیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که در رابطه با حمله احتمالی کیمیایی بر ضد سوریه اقدام نظامی پیاده می‌کند. شام 9 اپریل اثنای صحبت با مشاوران نظامی ترامپ گفت که حمله دهشتبار حکومت سوریه بی جواب نمی‌ماند. ما امشب و یا کمی دیرتر به قرار خواهیم آمد و شما را از آن آگاه می‌کنیم. ما نمی‌توانیم شاهد ادامه این عمل دهشتبار در روی عالم باشیم، به ویژه در حالی که ما قدرت داریم و می‌توانیم به آن خاتمه بخشیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که عملیات نظامی از احتمال دور نیست. به قول ترامپ مسئولیت حمله کیمیایی به شهرک دوما امکان دارد بر دوش روسیه و ایران، متفقان اساسی رژیم سوریه هم باشد. در این رابطه روسیه هشدار داده است که هر گونه عمل نظامی پیامد ناخوش خواهد داشت. حمله یاد شده بالای شهر دومای زیر نظارت مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد روز 7 اپریل به وقوع پیوسته، طبق گزارش‌های رسیده کمش 40 نفر را از بین برد. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلون میل ساکنان برای سپاریدن خون بیشتر شده است. تا سال 2009 خوندهی در تاجیکستان پولکی بود و دونرها برای عوض خون مبلغ می‌گرفتند، ولی بعداً در کشور برنامه دولتی خون بی‌پاداش قبول گردید که مردم را برای گون دادن خون تشویق می‌کند. کی و برای چی بخشنده خون می‌شود؟ از طاهری سفر می‌شنویم. جلال‌الدین 33 ساله بار 32 است که روی این بستر می‌خوابد، معاینه می‌شود. هرچند بیماری ندارد و صحت و سلامت است. جلال‌الدین برای دیگر هدف اینجا می‌آید. دیدم که او در کاری چیزی هم خیلی کار کنی فایده داره. برای امکانات خودم میام. در ختلون 2000 نفر به حیث دونور خون ثبت نام شدند، ولی فقط 100 نفرشان به پاداش خون می‌دهند. با وجود گزارش‌ها درباره انتقال خون آلوده به بیماران در گذشته، مقامات می‌گویند مورد نشده است که خون فردی بیماری را گرفته به کسی دیگر داده باشند. سبب اونه که حاضر بیماری‌های صورتی بسیار شده است، مانند ویروس نارسی مسمومیت بدن، هپاتیت ویروسی B/S، آتشک، دیگر بیماری‌های صورتی با واسطه خون گذراننده بسیار شدند. از همین سبب حاضر عین زمان میگیم خون با واسطه از یک نفر به نفر دیگر، اگر با اصطلاح بگیم پرامای پیرلیوانی حاضر نمی‌شود. از سبب اون که بیماری‌های صورتی بسیار هستند. ولی با نظرداشت گسترش همین بیماری‌ها، بعضی از مردم از رفتن و خون دادن برای شفاخانه‌ها در تاجیکستان پرهیز می‌کنند. گزارش بعدی ما نیز مربوط به ولایت ختلون است. طبق آمارهای سازمان‌های جمعیتی در جنوب تاجیکستان تنها در 9 ماه سال گذشته 300 روز از بدمعاملگی و خشونت روانی خوش‌دامن‌هایشان شکایت کردند. مشکلات کلون خوش‌دامن در زیر یک بام اکثرا پوشیده می‌ماند، ولی گاه حادثه‌های قتل خوش‌دامن از سوی کلین‌ها و شانیت مناسبت‌های داخل خانگی را به نمایش می‌گذارد. شاید همین است که تعدادی از عروسان آینده زندگی با دامادی دور از مادر را بهتر می‌دانند. خیرمان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. دختران را ترس از زجر اقربای مرد واداشته هنگام انتخاب شوهر خویش داشتن و نداشتن او را پرسند. هر قدر این واقعیت مدهش و غیر اخلاقی نماید هم با اقرار خود آنها دخترها دامادهای یتیم را میپسندند. و اینو فکر میکنن که اگر مادر شوهر این یکمین سببی است که اوی را ویران میشن.
نازنین است، دخالت خوشدامن و خواهر مرد به زندگی زناشویی بیم دارد. همین است که در انتخاب همسر احتیاط میکند. پدر گفتند که ما میشنویم دخترها که از زمان خوشدامنشون عذاب دیده جدا میشوند، جون بالا میآیند و جدا میشوند. ما هم دیگر میترسیم که به جوانی و شوهر بریم که مادر داشته باشند. قربانگل بابی و 52 ساله است و جبر خوشدامن را نشنیده بلکه خود دیده است. او در برابر شکنجه های خوشدامن صبر میکرد. او یک شخصی با اعتقاد است و باور دارد هر کسی بد کند خدا جزایش را میدهد. یک بار روشنگان نمیکنم، مایل رحمت، هزار رحمت نگفتم تمام. خوشدامن جنگ میکرد، لط میکرد و تیاقش هوچش میکم ایدی میترس میفروردمش با میبروردمش با سر تنش هم میشستم هم تنه اخورت میکرد. خیلی خدای تعالی. قربانگل امروزها بیشتر از هر وقت دخترانی را دچار می شود که سراغ دامادی یتیم می گردند. میگن که خوشدامن دار نباشن، به خسر به خوشدامن باشن، به زن ایور باشن، به قیسنگل باشن. اینطوری میگن. قربانگل برای فرزندان داماد خوشدامندار و خسوردار میخواهد، چون که به نظر او به همه نباید از یک موقع نظر کرد. خوشدامن ها یک خیلیش غمته، یک خیلیش غمته. وابسته به همون دختره وقتی که زندگی کرد سر خوشدامن حرمت کرد که حرمت همون را نگاه کنه که همون میفهمه که بیس همین فرزند دیگه کس در ما آمدگی ما در کلین شدگیه بعد وانی حرمت میکنه ایران. سازمان‌های جمعیتی خواهش الهیده به اقربای شوهر زیستن دختران را تلاش برای رفع نافهمی‌ها در عائله می‌دانند. چون که عادتاً در عائله‌های تاجیکان با خانواده شوهر زیستن باعث جنجال شده به عائله ویرانی هم می‌رساند. و امروز در دوشنبه بخشیده به تجلیل از تولد پایه‌گذاری ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی آمادگی‌های رسمی شروع شد. در برابر تشکیل نشست 4 بینی‌های علمی مقامات کشور تصمیم گرفتند کلیات اثرهای عینی را دوباره نشر و خانه موزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیکی را با تعمیر نو پیشنهاد نمایند. تفصیلات از شادمانیتی. آثارخانه صدرالدین عینی در عرفه تجلیل از 140 سالگی تولد پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک دوباره از نو سازی می شود. امروز مقامات تاجیک با روند ترمیم و بازسازی این آثارخانه آشنا شدند. قرار شده است این آثارخانه 14 اپریل دوباره رسما مورد استفاده قرار گیرد. در نظر است کلیات آثار قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی دوباره نشر شود. البته خدمت‌های شایسته این ادیب بزرگ را هیچ یک فرد تاجیک نباید فراموش کند. با خاطر آنکه بعضی تغییرات علاوه و تحریرهایی که در بعضی از دستخطهای استاد به نظر میرسند این کار علمی و تحقیقاتی میخواهد. باوری کامل داریم و امید هست، امکانات هست، شرایط مالیوی است و چاپ آن البته از آینده آغاز میشود. مسئولان آثارخانه عینی در شهر دوشنبه میگویند که به منظور پژوهش دقیق نوشته های استاد عینی از سال جاری همکاری با همتایان ازبک خود را شروع کردند. مسئولان آثارخانه از بایگانی قهرمان تاجیکستان قسمت‌های از آثار اساسگذار ادبیات نوین تاجیک را به زبان ازبکی و با خط فارسی دریافت کردند که همکنون نشر خواهد شد. بیشتر اکنون اون چیزی که من واخوردم در عین زمان دستخطهای استاد بعضی پارچه های پراکنده از اثرهای استاد گیریم اگر از یادداشت و آدینه احمدی دیوبند پارچه ها از دوخونده غلامان. بایگانی عینی در اختیار کمالالدین عینی پسر صدرالدین عینی قرار داشت و پس از فوت این دانشمند همکنون پژوهشگران می توانند از بایگانی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک به طور پوره استفاده کنند. سال 2017 مقامات تاجیک به منظور بزرگداشت خاطره صدرالدین عینی باغ به نام عینی و مقبره استاد در شهر دوشنبه را بازسازی کردند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. ضمن خانه موزه عینی در سمرقند هم بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان از نو برقرار می شود. فرصت برنامه امروزی ما به پایان رسید. خبرگزاری بیشتر در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. سپاس برای همراهی. فردا شما را منتظریم. خدا نگهدار.